اکهارت توله نویسنده و معلم معنوی آلمانی است. بعد از انتشار 2 کتاب پرفروش نیروی حال و زمین نو به شهرت رسید و در سال 2011 در فهرست 100 انسان زنده با نفوذ معنوی در رتبه اول قرار گرفت. او برای رسیدن به موفقیت مسیر پرپیچ و خمی رو طی کرده. به همین دلیله که حرفاش بسیار تاثیرگذار و قابل اطمینانه. اکهارت داستان زیبایی رو تعریف میکنه در مورد کوله‌بار گذشته و تلاش ذهنی انسان برای فراموش نکردن گذشته و چسبیدن به خاطرات گذشته. در این داستان 2 مرد به نامهای تانزان و اکیدو بودند که در مسیر معنوی قدم برداشته بودند و به اصطلاح روی رشد خودشان کار میکردند. روز این 2 نفر در یک جاده روستایی که پس از بارانهای سنگین به شدت گلی شده بود قدم می زدند. نزدیک یک دهکده آنها به زن جوانی برخورد کردند که سعی داشت از عرض جاده عبور کند. اما گلولای آنقدر عمیق بود که ممکن بود کیمونوی ابریشمی را که آن زن پوشیده بود خراب کند. تانزان آن خانم را به آن سوی جاده حمل کرد. سپس کاهن‌ها با خاموشی راه خود را در پیش گرفتند. 5 ساعت بعد همچنان که به یک معبد نزدیک می شدند، اکیدو نتوانست بیش از این جلوی خودش را بگیرد. او پرسید: برای چند دختر را به آن سوی جاده بردی؟ قرار نیست ما کاهن‌ها کارهایی از این قبیل را انجام دهیم. تانزان گفت: من چند ساعت پیش دختر را به زمین گذاشتم. آیا تو هنوز خاطره او را با خود حمل می کنی؟ حالا تصور کنید زندگی برای کسی که همه وقت مثل اکیدو زندگی می کند چگونه خواهد بود؟ ناتوان یا بیمیل برای فراموش کردن موقعیت ها، جمع‌آوری موضوعات آزاردهنده بیشتر و بیشتر در درون. زندگی برای اکثریت مردمی که روی سیاره ما به سر میبرند چگونه است؟ چه کوله‌بار سنگینی را از گذشته با خود در ذهنشان حمل می کنند. گذشته به صورت خاطرات در شما زنده است. اما خاطرات مشکل نیستند. در واقع از طریق خاطرات است که ما از گذشته و اشتباهات گذشته درس می گیریم. تنها هنگامی که خاطرات یا بهتر بگوییم افکار مرتبط با گذشته کاملاً بر شما مسلط شده و به کوله‌بار سنگینی تبدیل شوند مشکل ساز می شود. به هر حال قصه شما نه تنها شامل خاطره‌ای ذهنی بلکه خاطره‌ای احساسی است. احساس قدیمی که مدام تجدید می شود. مانند همان کاهنی که برای 5 ساعت کوله‌بار رنجش خود را در نتیجه افکار منفیش به دوش می کشید. بیشتر مردم مقدار زیادی بار غیر لازم ذهنی و احساسی را در طول زندگیشان با خودشان حمل می کنند. آنها خودشان را از طریق گله‌گذاری، پشیمانی، خصومت و گناه محدود می کنند. به هر حال ما می توانیم به بدن دردآلودی که همکنون داریم بیش از این درد اضافه نکنیم. ما می توانیم بیاموزیم که عادت تلمبار کردن و استمرار بخشیدن به احساس قدیمی را با تکان دادن بالهایمان بشکنیم. از مرور ذهنی وقایع ناگوار گذشته خودداری کنیم بدون توجه به اینکه این اتفاق دیروز افتاده است یا 30 سال پیش. ما می توانیم بیاموزیم به جای زنده نگه داشتن موقعیت‌ها یا رویدادهای ناخوشایند توجهمان را مدام به لحظه حال که بکر و بی زمان است معطوف کنیم، نه اینکه اسیر فیلم سازی ذهنیمان باشیم. هیچ اتفاقی در گذشته نیست که بتواند از حضور شما در زمان حال جلوگیری کند. و اگر گذشته نتواند از حضور شما در لحظه حال جلوگیری کند، پس چه قدرتی دارد؟